سخنانی حکیمانه. معنی حقیقی حیات روحی بیدار و دلی زنده است. شخصی که قدرت را ندانست به یگان مانع رهایش کن. نه همیشه آنچه را که می خواهیم صاحب می شویم، ولی آنچه برایمان مهم است به دست می آوریم. انسان زمانی تنها می ماند که فراموش می کند خدا با اوست. آنی که تنها برای خود زندگی می کند برای دیگران مرده است. خشم احساسی است که باعث می شود تا زبانتان زودتر از فکرتان کار کند. در مملکتی که ارزش زن به زیبایی و ارزش مرد به دارایی است، دنبال اندیشه و انسانیت نگرد. نه همیشه آدمیزاد نیاز به نصیحت دارد. گاهی تنها چیزی که واقعاً به آن محتاج است دستی است که بگیرد، گوشی است که بشنود و قلبی است که آن را درک کند.